سلام دوستان، وقتتون بخیر. من سیما فاطمی پور هستم و میخوایم توی این درس 52 از کتاب سطح متوسط از مجموعه آکسفورد ورد اسکیلز رو با هم دیگه کار بکنیم. توی این درس ما در مورد war and peace میخوایم صحبت بکنیم. war به معنی جنگ و peace به معنی آرامش یا صلح. جنگ و صلح. خب طبق روال همیشه من حتما میدونید که خیلی تاکید دارم که تلفظهای کلمه‌ها رو باید خوب بلد باشیم. ما روالمون اینطوری هست که دور اول من کلمات رو میخونم، جمله هایی که اون کلمات تارگت ما توش به کار رفته، جمله های نمونه هست و کلمات مورد نظر رو هایلایت میکنم. دور اول شما فقط گوش میکنید و سعی میکنید که صدای من رو مخصوصا روی اون کلمات خاص توی ذهنتون سیو بکنید، ذخیره بکنید. دور دوم از شما میخوام که کلمه ها رو تکرار بکنید و بعد میریم سراغ توضیح دادن و نکاتی که توی جمله ها و کلمه ها به کار رفته و معنی اونها و بعد میریم سراغ تمرینات که با هم انجامشون میدیم. خب شروع میکنیم. بخش A war. The bomb exploded in the city center, killing 10 people and injuring many more. Soldiers fought a terrible gun battle, firing for 2 hours at enemy fighters. The enemy leader managed to escape, but most of his soldiers were either killed or handed in their weapons, and the army is now in control of the situation. خب بعد از من لطفا این کلمه ها رو تکرار بکنید و به تلفظ دقیقشون دقت کنید. بامب. اون بی آخر رو خیلی لازم نیست بگیم بامب. بی آخر تقریبا خیلی مخفف و نامحسوس تلفظ میشه. بامب. Exploded. Injuring. Injure. Soldiers. Fought. Gun battle. Firing. Enemy. Enemy fighters. Leader. Escape. Weapons. Army. Is in control of. خب بریم سراغ توضیحاتشون و جمله ها رو معنی کنیم با هم دیگه. توی قسمت اول The bomb exploded. بمب منفجر شد. Explode فعل به معنی منفجر شدن، ایدی گرفته یعنی حالت با قاعده داره، یعنی منفجر شد. In the city center. توی مرکز شهر. Killing 10 people که 10 نفر رو کشت. And injuring many more. و آسیب زد به تعداد خیلی بیشتری. Many more یعنی many more people. اینجا بعدشون کلمه people دیگه حذف شده چون توی جمله قبل اومده بود killing 10 people and injuring many more people. more رو بچه ها با الاتاف اشتباه نگیرید. more یعنی تعداد بیشتر، الاتاف یعنی خیلی زیاد. پس more حالت مقایسه است. پس باید همیشه از خودتون بپرسید بیشتر از چی؟ بیشتر از اون 10 نفر. باید یه جاهایی دور و بر اون جمله دنبال اون حالت مقایسه بگردید. بیشتر از 10 نفر. جمله دوم Soldiers fought a terrible gun battle. Soldier سرباز، اسم جمع گرفته، سربازان. اینو دقت کنید. فعل fight به معنی جنگیدن، فعل بی قاعده هست و گذشتهش میشه fought. تلفظش رو دقت کنید. fought نگید. fought آی کشیده، مثل bought بای به معنی خریدن، bought گذشتهش. خب سربازان جنگیدن a terrible gun battle. ببینید ما نمیگیم که آنها یک نبرد را جنگیدن، ما میگیم در یک نبردی جنگیدن، ولی تو انگلیسی میگن fight a battle یعنی نبردی را جنگیدن، یعنی در یک نبرد جنگیدن. پس نگفته fought in a terrible gun battle. اینو دقت بکنید. خب battle میشه نبرد. حالا چه مدل نبردی؟ نبردی که توش از تفنگ استفاده میشه gun battle. پس انواع مختلف نبردها ممکنه وجود داشته باشه. این کدوم مدل gun battle؟ گان یه اسم، بتل هم یه اسم، دوتا کنار هم قرار گرفته. گان داره توصیف میکنه نوع بتل را. پس گان بتل یه نوع بتله. کدوم مدل بتل؟ از نوع گان. گان یه جورایی مثل صفت اینجا عمل میکنه، قبل از بتل اونو نوعش رو توضیح میده. خب سربازان جنگیدن در یک نبرد تفنگی خیلی وحشتناک. Firing for 2 hours داشتن فایر میکردن. اینجا فایر وقتی میبینید ING گرفته پس حالت فعلی داره.
آتش نیست، اسم که نمیتونه اینجی بگیره، این حتما باید فعل باشه. خب وقتی حالت فعلی داره چه معنی میده؟ یعنی آتش گشودن، شلیک کردن گلوله. فاعلش کیه؟ همون سولجرها. پس سولجرها که در یک جنگ داشتن میجنگیدن، شلیک کردن for 2 hours به مدت 2 ساعت به کی؟ at enemy fighters. پس این at برای چی اومده؟ به خاطر fire اومده. پس با همین دوتا الگو رو کنار هم قرار بدید. fire at somebody یعنی بر کسی آتش گشودن یا به کسی شلیک کردن. حالا اینها به کی شلیک میکردن؟ به enemy fighter ها. fight یعنی جنگیدن. ER که گرفته یعنی کننده کار، یعنی جنگنده. اسم جمع هم گرفته، جنگنده ها. خب کدوم جنگنده ها؟ enemy fighter ها یعنی جنگنده های دشمن. پس اون سولجر ها که در یک نبرد جنگیدن، آتش گشودن یا شلیک کردن به مدت 2 ساعت بر جنگنده های دشمن. خب جمله بعدی the enemy leader. دوباره دوتا اسم میبینید کنار هم دیگه. وقتی دوتا اسم هستن، اسم دومیه اصلیه هست. پس enemy leader یه مدل لیدره. کدوم مدل لیدر؟ لیدر کی؟ لیدر کجا؟ لیدر enemy. پس enemy میاد توضیح میده برای مشخص کردن اینکه ما از کدوم لیدر داریم صحبت میکنیم. پس میشه لیدر دشمن، رهبر دشمن. manage to رو بچه‌ها خیلی خوب یاد بگیرید. manage to یعنی موفق شد به انجام کاری، یا موفق شدن به انجام کاری. و بعدش حتما باید فعل بیاد. پس ساختارش اینطوریه: manage to do something. متضادش چیه؟ متضادش fail to do something یعنی موفق نشدن به انجام کاری. خب رهبر دشمن موفق شد که چیکار کنه؟ گفتیم بعدش فعل میاد که فرار کنه. But most of his soldiers اما بیشتر سربازان او were either killed or handed in their weapons. دو تا اتفاق براشون افتاد. بیشتر سربازان او یعنی همون سربازان enemy leader یا کشته شدن. were killed رو دقت کنید. were وقتی که کلا میدونید وقتی فعل to be هست و بعدش شکل سوم یه فعل میاد، یعنی اینکه این حالت مجهول داره. خب اینجا شکل سوم چه فعلی اومده؟ killed. پس were killed با همه. حالا اون ایدر اومده اون وسط، تأثیر روی این موضوع نداره. یا کشته شدن یا handed in their weapons کردن. پس ساختار ایدر و اور رو هم اینجا میبینید که استفاده شده. ایدر یه چیزی یا یه چیز دیگه، یا کشته شدن یا هندین کردن. هندین یعنی چی؟ یعنی تحویل دادن و با قاعده از ایدی گرفته. handed in their weapons سلاحاشون رو تحویل دادن. and the army is now in control of the situation. خب ساختاری که میبینید اینجا to be in control of the situation. حالا میتونه هر چیزی باشه به جای situation. to be in control of the place, to be in control of the city یعنی اوضاع جایی رو در کنترل خود داشتن. پس دشمن الان اوضاع رو، شرایط رو در کنترل خودش داره. خب بریم حالت قسمت گلاسری رو ببینیم که بیشترش من اینجا توضیح دادم، یه سری نکات اضافه داره. bomb a thing that explodes and hurts people or damages things که فعلش هم همون حالت، دقیقا همون کلمه رو داره، همون تلفظ. bomb a place, bomb a city یعنی شهری رو یا مکانی رو بمب گذاری کردن یا بمب انداختن. explode منفجر شدن یا منفجر کردن، هر دوش درسته. burst with force burst هم یعنی منفجر شدن، با نیروی شدید منفجر شدن و همینطور با یک loud noise با صدای بلند. اسمش رو دقت کنید، دی تبدیل به اسم میشه بعد ION میگیره. explosion انفجار و سینونیمش هم go off. چجوری استفاده میشه؟ مثلا میخوام بگم که یه بمب منفجر شد. a bomb گذشته go went off. go off به معنی منفجر شدن است. go off به معنی مثلا برای زنگ ساعت یا آلارمی وقتی به صدا در میاد، اون هم فعل go off براش استفاده میشه. the alarm went off. injure آسیب زدن. دقت کنید این آسیب زدن نه آسیب دیدن. پس اگه بخوام بگم من آسیب دیدم باید مجهولش کنم. I was injured. میبینید که hurt somebody یعنی به کسی آسیب زدن. often in a fight or accident یا توی جنگ یا توی تصادف. fight که گفتیم بیقاعده هست و گذشتهش میشه fought، هم شکل دوم و هم سومش. use physical strength, guns, weapons, etc. against somebody or something. استفاده از نیروی فیزیکی یا سلاح یا تفنگ یا غیره بر علیه کسی. against یعنی بر علیه کسی یا چیزی. somebody who fights is a fighter. کسی که میجنگه بهش میگیم fighter. گفتیم که ER وقتی به فعل میچسبه یعنی کسی که یک کاری رو انجام میده.
و اسم فایت هم باز هم فایته، یعنی جنگ یا نبرد، که در این حالت بتل هم معنیشه، یعنی نبرد. A fight between armies in a war gun battle. gun battle هم گفتیم ترکیب گان و بتل هست، یعنی نبردی که توش از تفنگ استفاده میشه. فایر به حالت فعلیش یعنی آتش گشودن یا شلیک کردن. fire at somebody یا fire on somebody، دو تا حالت داریم، یا fire at something یا fire on something. shoot bullets from a gun، شلیک کردن گلوله از تفنگ. enemy یعنی دشمن. the people your army your country in is fighting against، مردمی که یا آدم هایی که کشور شما یا ارتش شما دارن بر علیه اونها یا با اونها می جنگن، که میشه دشمن. لیدر گفتیم از فعل لید میاد، یعنی رهبری کردن. ER میگیره رهبر. a person who controls a group or team، کسی که یک گروه یا تیم رو کنترل میکنه. escape فرار کردن. get free from somebody or something که سینونیم غیر رسمی ترش میشه get away فرار کردن. معمولا وقتی ما یه فعل یه قسمتی داریم و سینونیمی داره که دو قسمتیه، مثل explode و go off، مثل escape و get away، اون که دو قسمتیه معمولا غیر رسمی تره. weapon سلاح. something such as a gun or knife that is used to kill or injure people، سلاحی که مثل تفنگ یا چاقو برای آسیب زدن یا کشتن افراد استفاده میشه. army ارتش. a large group of soldiers who fight on land in a war، ارتشی که روی زمین می جنگه، یعنی نیروی زمینی. be in control of something اوضاع چیزی رو در کنترل خود داشتن. have the power or ability to deal with something. to deal with something یعنی رسیدگی کردن، هندل کردن، مدیریت کردن اوضاع. خب بریم سراغ تمرینات این قسمت. باید قسمت سوالات 1 تا 6 رو با ادامه اونها یعنی A تا G مچ بکنیم تا جمله کاملی تشکیل بشه. مثال رو ببینید. 12 soldiers were injured. 12 تا سرباز were injured. دقت کنید که حالت مجهول به کار رفته، یعنی 12 تا سرباز آسیب دیدند. باز هم گفتیم وقتی فعل to be دارید و شکل سوم فعل حالت مجهول هست، یعنی آسیب دیدن، یعنی کسی به اونها آسیب زد که نمیدونیم چه کسی. خیلی هم برای ما الان شاید مهم نباشه. خب they are in control گفتیم بعدش باید of بیاد. they are in control نگاه کنید ببینید کدوم یکی از اینا of داره. of the city پس D. they are in control of the city. soldiers fought soldier ها جنگیدند. گفتیم گذشته fight هست. خب یا اگه یادتون باشه گفتیم که اینجا با فارسی فرقی داره. fight a gun battle یعنی جنگیدن در یک نبردی، پس باید از یک نبرد صحبت شده باشه. اینجا a long battle در یک نبرد بلند یا طولانی جنگیدن. the planes bombed bomb a place یعنی جایی رو بمب انداختن. خب باید احتمالاً اسم یک مکانی یه منطقه‌ای باشه. the area around the city بمب انداختن در منطقه اطراف شهر. two enemy fighters 2 تا از جنگنده های دشمن چی کار کردن؟ شما باید حتما اینجا فعل داشته باشید. یه کاری کردن، موفق شدن که فرار بکنن. manage to escape. the battle نبرد. دوباره جمله باید فعل داشته باشه. یک فعلی مثل طول کشیدن بهش میخوره. lasted several days. last یعنی طول کشیدن. و جمله آخر there was a loud وقتی صفت داریم بعدش احتمالاً باید اسم بیاد. a loud explosion یک انفجار با صدای بلند. خب تمرین بعدی. replace the underlined words with a single word that has the same meaning. اون قسمتی که زیرش خط کشیده شده باید بردارید جاش یک کلمه بذارید. مثال they were physically hurting each other یعنی داشتن به طور فیزیکی به هم آسیب می‌زدن، یعنی داشتن می‌جنگیدن، دعوا می‌کردن و باید فعلتون ing داشته باشه. fight رو بهش ing میدید میشه fighting. Number 1 they were the men we fought against آدم هایی که ما بر علیه اونها داشتیم می‌جنگیدیم که میشه دشمنان ما enemies. Number 2 she is the one who controls the group اون همون کسیه که گروه رو کنترل میکنه، میشه رهبر گروه. she is the leader. 3 it was a large thing that explodes یه چیز بزرگی که منفجر میشه. چیز بزرگی که منفجر میشه بمب هست. it was a large bomb. 4 he is a member of the army یکی از اعضای ارتشه، پس یک سربازه. he is a soldier.
5. They found bombs, guns and knives. انواع سلاح ها رو داره اسم برای بمب و تفنگ و چاقو که میشه weapons. And number 6. Where did the bomb go off? گفتیم فعل دو قسمتی go off یک معادل یک قسمتی داره که explode هست. بمب چه زمانی منفجر شد. خب تمرین سوم complete the dialogues. How many soldiers are in the army? Over 10,000. چند تا سرباز توی ارتش هستن؟ بیشتر از 10,000 تا. Number 1. Why did the people run away? چرا مردم فرار کردن؟ Because the army was. چون ارتش داشت چی کار میکرد؟ داشت به اونها شلیک میکرد. یه فعلی داشت به معنی شلیک کردن که اینجا باید بهش ing بدیم. بعدش هم at میومد. Firing. Because the army was firing at them. چون ارتش داشت به اونها شلیک میکرد. Number 2. How long has your brother been in there? برادر چند وقت توی چی بوده؟ He's been a soldier for 10 years. 10 ساله که سولجره. پس توی ارتش بوده. How long has your brother been in the army? 3. When did the go off? چه زمانی منفجر شد؟ Early and it was a very loud. خب در مورد بمب داره صحبت میکنه. When did the bomb go off? Early and it was a very loud. یه انفجار خیلی پر سر و صدا بود با صدای بلند بود. Loud explosion. Number 4. Did any of the soldiers die in there? آیا هیچ کدوم از سربازها توی چی از بین رفتن؟ مردن؟ در مورد نبرد داره صحبت میکنه. In the battle? No, but 2 were badly. اما 2 تا از اونها خیلی بد چی شدن؟ آسیب دیدن. 2 were badly injured. با جمله مجهول داریم. 5. Have they caught the enemy? Catch, caught. آیا دستگیر کرده اند enemy اون کسی که رهبر دشمن هست enemy leader. Yes, he tried to. اون سعی کرد که چی کار کنه؟ سعی کرد که احتمالا فرار کنه. Escape که گفتیم سینونیمش هم run away هست یا go away هست. But they got him. اما اونها دستگیرش کردن. Number 6. Is the army in of the situation now? آیا ارتش شرایط رو تحت کنترل خودش داره؟ In control of the situation? Yes, the fighters have gone. Enemy fighters یعنی دشمنان جنگنده های دشمن رفتن. پس ارتش شرایط رو تحت کنترل خودش داره. 7. Did the army find any? Yes, lots of guns and explosive devices. خب اینها چی هستن؟ اینها اسلحه هستن. آیا آرمی هیچ سلاحی پیدا کرده؟ بله، تعداد زیادی تفنگ و وسایل منفجره. Number 8. Did the soldiers attack حمله کردن. آیا سربازان حمله کردن؟ Yes, they a short battle with enemy. چیکار کردن؟ جنگیدن. گذشته fought. They fought a short battle with enemy. با کیا؟ با فایترها. یا حتی soldiers هم میتونه معنی بده. با سربازان دشمن یا با جنگنده های دشمن جنگیدن. یک جنگ کوتاه رو. خب بریم سراغ قسمت B که در مورد صلح یا آرامش صحبت میکنه. دوباره من کلمه ها رو میخونم و این پاراگراف رو شما به تلفظ لطفاً دقت کنید. The region has been at war for several years now. All the countries involved have been holding talks for over a year to try to end the fighting. The first attempt at peace was rejected within days. But further talks at reaching an agreement have taken place, and now it seems that the two sides are more determined to achieve a lasting peace. خب کلمه‌ای که هایلایت شده تارگت این درس هست. بعد از من لطفاً تکرار کنید. At war. Involved. Holding talks. Fighting. Attempt. Peace. Rejected. Within. Reaching an agreement. Sides. Determined. Lasting. خب حالا معنی میکنیم. The region has been at war. Region یا area یا تقریبا zone همه اینا یعنی منطقه. اون منطقه at war بوده است. زمانش رو دقت کنید. has been یعنی بوده است.
at war یعنی در جنگ for several years now. وقتی میگه now یعنی الانی که ما اینجا هستیم یه چند سالی هست که اون منطقه تو جنگه، یعنی هنوزم هست. پس at war یعنی در جنگ. to be at war در جنگ بودن. all the countries همه کشورها involved برای اینایی که یه مقدار نکات گرامری بیشتر توجه میکنن و کار درستی میکنن all the countries that are involved. این قسمت اینجا یک that are یا حتی that have been involved اون وسط باید باشه، یعنی بوده که حذف شده، که این relative clause اگر این گرامرش رو یادتون باشه یا خونده باشید میدونید که این that ها توی یه سری از جمله ها میتونن حذف بشن و اگر بلد نباشید اشتباه معنی میکنید، یعنی فکر میکنید که این involve فعل اصلی جمله است که اینطور نیست. این relative clause یعنی از اون شبه جمله هایی که میاد یه توضیح اضافه، مثلا اینجا در مورد کلمه countries میده. جمله اصلی ما، فعل اصلی ما اینجاست have been holding talk. پس این involve چه نقشی داره؟ کاملش این بوده all the countries that have been involved یعنی تمام کشورهایی که درگیر بوده اند. پس to be involved in something یعنی در چیزی درگیر بودن، در چیزی نقش داشتن، سهیم بودن. همه کشورهایی که درگیر جنگ بودن have been holding talks. پس hold talk یعنی چی؟ اینجا فعل اصلی ما hold هست. hold talk یعنی مشغول مذاکره بودن، مذاکراتی رو برگزار کردن. زمانش چیه؟ have been doing something حال کامل استمراری، یعنی مشغول این کار بوده اند. به چه مدت؟ for over a year. اگه فارسی روون بخوایم معنی کنیم اینطوری میشه که بیشتر از یک ساله که کشورهای درگیر مشغول انجام مذاکراتی بوده اند که چیکار کنن؟ to try and end the fighting که سعی کنن و جنگ رو، اون فایتینگ رو خاتمه بدن. to try and end. این to هم یعنی in order to، شکل کوتاه شده in order to هست، یعنی که به قصد اینکه اون جنگ رو خاتمه بدن. The first attempt at peace was rejected within days. Attempt یعنی تلاش. At peace یعنی در جهت صلح. Attempt at peace یعنی تلاش در جهت صلح. اولین تلاش در جهت صلح was rejected. دوباره میبینید جمله مجهوله. رد شد یعنی قبول نشد. Within days. Within هم همون این هست اینجا به معنی ظرفه، یعنی طول در طی مدته. طی مدت چند روز، ظرف چند روز ریجکت شد. But further talks. Further دقت کنید بچه ها، further با future اشتباه نگیرید. Further یعنی چی؟ یعنی بیشتر. Further talks. مثلا یه سری مذاکرات انجام شده بعد میگن که نه هنوز کافی نیست. We need further talks. یعنی more talks. مذاکرات بیشتر. At reaching an agreement برای رسیدن به یک agreement. باز اینجا یک کالوکیشن میبینید. Reach an agreement. برای رسیدن به توافق have taken place. Take place هم یعنی happen. اتفاق افتادن. باز زمانش هم دقت کنید. اتفاق افتاده است. مذاکرات بیشتر برای رسیدن به توافق اتفاق افتاده است. And now it seems that حالا اینطور به نظر میرسه که the two sides دو طرف یعنی دو طرف مذاکرات are more determined to achieve a lasting peace. خب باز کلمه determined رو دقت کنید. خیلی اینو determined تلفظ میکنن، اشتباهه. به معنی مصمم هست، فشارش هم روی تی بذارید. determined دو طرف مذاکره مصمم تر هستن که چیکار کنن؟ to achieve a lasting peace. باز achieve رو میبینید که achieve peace یا achieve peace یعنی رسیدن به آرامش. lasting همینجا صفته که اومده قبل از peace یعنی ماندگار، که برسن به صلح ماندگار. پس achieve دست یافتن، peace آرامش یا صلح، lasting صفته یعنی ماندگار، determined مصمم، sides دو طرف یک مثلا مذاکره رو میگه. خب یک اسپاتلایت داریم، فعل به اضافه این noun که اشاره کردیم اینجا بهشون که اینها همون کالوکیشن ها رو میسازن. اگر درس قبلی رو دیده باشین میدونید که خیلی از کالوکیشن ما صحبت میکنیم. Certain verbs are often used together with certain nouns. یه سری فعل ها با یه سری noun ها خیلی وقتا کنار هم میان. این همون همایند ها یا همنشین ها هستن که کمک میکنن شما طبیعی تر، روون تر و سریع تر صحبت بکنید انگلیسی رو. مثل چی؟ مثل reach an agreement رسیدن به توافق، مثل hold talks برگزار کردن یا انجام مذاکرات، make an attempt تلاش کردن، go to war رفتن به جنگ یا در جنگ شرکت کردن.
اینها همون چیزایی هست که شما باید ببینید نیتیو ها چجوری صحبت میکنن، چجوری این کلمه ها رو با هم ترکیب میکنن، شما هم همون جوری از این ترکیبات استفاده کنید. خب بریم سراغ گلاسری. at war گفتیم یعنی در جنگ. fighting with weapons against different groups or countries usually for a long time. جنگیدن با سلاح‌ها against different groups بر علیه گروه‌های دیگه یا کشورهای دیگه usually for a long time معمولا برای مدت طولانی. involved in something یعنی درگیر بودن با چیزی. being part of something or connected with something بخشی از چیزی بودن یا به چیزی متصل یا مرتبط بودن که فعلش میشه involved درگیر کردن. to be involved in something. talks یعنی مذاکرات که اینجا جمعه و اسم، دقت کنید که حالت فعلی نیست. formal discussions بحث های رسمی between countries and their governments بین کشورها و دولتها. fighting جنگیدن the activity of fighting against the enemy فعالیت جنگیدن بر علیه دشمن. attempt at something تلاش برای انجام چیزی. trying to do something that is difficult سعی کردن به انجام کاری که سخته و attempt اینجا حالت فعلی هم داره، تلاش کردن. peace به معنی آرامش a time when there is no war between people or countries زمانی که جنگی بین کشورها یا ملت مردم وجود نداره. reject یعنی رد کردن، متضاد accept هست. say that you don't want somebody or something وقتی که بگید که شما یک کسی یا چیزی رو نمیخواید و اسمش هم ION میگیره میشه rejection. یعنی تو فارسی هم حتی میگن reject یعنی رد کردن و گفتیم که برعکسش هم accept و acceptance اسمش و فعلش. within ظرف مدت یا کمتر از یه مدتی. before the end of قبل از پایان یک مدتی. agreement توافق از agree میاد. meant یک پسوندیه که همیشه اسم میسازه. a contract هم همون قرارداد هست. contract توی فارسی میگن. a contract or decision that two or more people have made together تصمیمی که دو یا چند نفر با هم دیگه گرفتن یعنی یه قراری گذاشتن، توافقی کردن. side one of two groups who fight or play a game against each other یکی از دو گروهی که یا با هم میجنگن یا با هم در مقابل هم بازی انجام میدن. determined مصمم very certain that you want to do something مطمئنی که یک کاری رو میخوای انجام بدی، صفت هست. و lasting این lasting دقت کنید که صفت continuing for a long time ادامه دار برای یه مدت طولانی. خب بریم سراغ تمرین 4. cover the glossary, circle the correct answer. If you hold talks, you have formal or informal discussions with people. اون کلمه مورد نظر من هایلایت میکنم. hold talk گفتیم یعنی برای انجام یه سری مذاکرات و این مذاکرات رسمی رو میگیم. مثلا شما با دوستتون صحبت بکنید نمیگیم hold talk کردن. پس کلمه فرمال رو انتخاب میکنیم. formal discussions. 1. If something happens within a week اگه یه اتفاقی ظرف یه هفته بیفته یعنی کمتر از یک هفته it will happen in less than a week در کمتر از یک هفته. 2. If you reject something اگه یه چیزی رو reject کنید you say that you don't want it یعنی میگید که اونو نمیخواید. اگه accept کنید یعنی میخواید، اگه reject کنید یعنی نمیخواید. مثلا یه دعوت به مهمونی رو، یک پیشنهاد رو. 3. If you are involved in something اگر با چیزی درگیر هستید یعنی با تو اون مشارکت دارید you are part of it بخشی از اون هستید، بخشی از اون فعالیت هستید، بخشی از اون موضوع هستید. 4. If you make an attempt دقت کنید که make an attempt باز کالوکیشنه at doing something تلاش برای انجام کاری you try to do it سعی میکنید که انجامش بدید، به نتیجه کاری نداره. If you are at war اگر در جنگ هستید with another country the fighting has not ended or the sides are involved in talks اگر که در جنگ هستید با یک کشور دیگه آیا اون جنگ هنوز تموم نشده یا نه دو طرف مذاکره دارن با هم مذاکراتی رو انجام میدن. خب وقتی در جنگ هستید یعنی هنوز جنگ تموم نشده پس the fighting has not ended. Number 6. If you are determined اگر مصمم هستید you are sure or you are not sure that you want to do something مصمم یعنی مطمئن پس you are sure. 7. If something is lasting اگر یه چیزی موندگاره it continues for a long time برای مدت طولانی ادامه پیدا میکنه. 8. If you reach an agreement اگر
به توافق برسید with somebody you have made a decision with them با اونها یه تصمیمی گرفتید یا you had an argument with them. دقت کنید این argument یعنی بحث کردن. خب اگر به توافق برسید یعنی با هم یک تصمیمی گرفتید دیگه argument رو تموم کردید. پس make a decision. خب بریم تمرین 5. خب توی این قسمت باید از جمله ها حدس بزنیم که توی جای خالی چه کلمه هایی جا افتاده. The civil war has now lasted almost 10 years. Civil war میشه civil کلا صفتیه که از city میاد یا به معنی داخلی هست. Civil war یعنی جنگ داخلی. Has now lasted ادامه داشته است، یعنی الانی که ما اینجا هستیم ادامه داشته almost 10 years به مدت 10 سال. The two sides دو طرف have an agreement. خب فعل reach رو داریم. Have reached an agreement رسیدن به توافق on several occasions in the past در یه سری اوکیژن های مختلف در گذشته. اوکیژن هم یعنی مناسبت، موقعیت. تو موقعیت های مختلفی اونها به توافق رسیدن. But so far it has never been a اما تا حالا هیچ وقت یک پیس یعنی یه صلح ماندگار نبوده. A lasting peace نبوده. Last month however هر وقت دیدید همون but معنیش بکنید. اما ماه گذشته the two leaders دو تا رهبری که درگیر جنگ بودن که involved بودند در جنگ involved in the war agreed to stop the توافق کردن که چیکار کنن چی رو خاتمه بدن. اونها میتونن war رو خاتمه بدن یا fight رو خاتمه بدن. هر دوش درسته. توافق کردن که جنگ رو خاتمه بدن and hold new و مذاکرات جدیدی رو انجام بدن از سر بگیرن in a final در یک تلاش نهایی یعنی برای آخرین بار تلاش کنن که to achieve peace به صلح برسن. They say they are اونها میگن که این دفعه مصمم هستن. They are determined to reach an که برسن به چی؟ به یک توافق to reach an agreement this time. But if either side walks away اگر هر کدوم از دو طرف walk away بکنه یعنی ول کنه بره and these latest proposal و این پیشنهادهای اخیر رو reject بکنه و اینجا اسم باید بهش بدیم چون either اومده. میبینید که walks away and rejects these latest proposals for peace they may still be at war ممکنه که برای سالهای زیادی همچنان در جنگ باشن. پس اگر هر کدوم از اونها ول کنه بره و قبول نکنه اونها سالهای زیادی در جنگ ممکنه بمونن. خب توی تمرین آخر شما باید ادامه جمله ها رو با یک کلمه یا عبارتی که معنی منطقی بده تکمیل بکنید. Complete the sentences in a logical way. In some cases more than one answer is possible. در واقع تو خیلی از اینها جواب مختلفی شما میتونید بذارید ولی ما بیشتر سعی می‌کنیم از همین کلمه‌های این درس استفاده کنیم. They want to achieve a lasting peace یا lasting solution. اونها میخوان برسن به یک آرامش یا صلح ماندگار یا به یک راه حل ماندگار. پس فعل achieve میبینید که با ترکیبات مختلفی ظاهر میشه. Achieve a lasting peace. Achieve peace. Achieve solution. achieve کلا یعنی رسیدن یا دست پیدا کردن. Number 1. Both sides want to reach an دو طرف میخوان که به چی برسن؟ مثلا به یک توافق برسن. چون ان داریم شما باید حتما کلمه داشته باشید که با حرف صدادار شروع میشه. Reach an agreement. Number 2. I'm going to make one final. میخوام یک چی نهایی انجام بدم. باید ببینید که با make چه چیزی میتونید ترکیب بکنید. One final کلمه‌ای که اینجا داشتیم attempt. خب توی تمرین بعدی میخوایم با استفاده از جمله هایی که داریم یه مفهوم منطقی یه عبارت رو کلمه منطقی رو توی جای خالی بذاریم تا جمله‌مون تکمیل بشه. Complete the sentences in a logical way. باید جمله‌مون منطقی باشه. In some cases more than one answer is possible. تو خیلی از اینها بیشتر از یک جواب داریم ولی ما بیشتر سعی می‌کنیم از همون کلمه‌ها و عبارت‌های این درس استفاده کنیم. مثال ببینید. They want to achieve a lasting peace or solution. اونها میخوان که برسن به یک صلح پایدار. lasting صفت یعنی پایدار و solution یا راه حل پایدار. Number 1. Both sides want to reach an دو طرف میخوان که به چی برسن؟ به یک agreement برسن. Reach an agreement. Number 2. I'm going to make one final
میخوام یک چی نهایی انجام بدم. make one final attempt. یک تلاش برای بار آخر. 3. I should finish my report within. باید گزارشم رو ظرف چه مدتی تکمیل بکنم؟ مثلا ظرف 2 هفته. within 2 weeks. هر بازه زمانی شما اینجا میتونید بذارید. Number 4. The two sides have agreed to hold talks. دو طرف توافق کردن که مذاکراتی رو برگزار بکنن. Number 5. She rejected my. چی رو رد کرد؟ مثلا آفر منو رد کرد. سولوشن منو رد کرد. دعوت منو رد کرد. خیلی چیزا رو میتونید اینجا بذارید. And number 6. I'm determined to be determined to do something. من مصمم هستم که مثلا اون مسابقه رو برنده بشم. determined صفته، قبلش to be و بعدش to do something. خب این درس اسمش war and peace بود، اما خیلی از کلمه ها و ترکیباتی که ما اینجا داشتیم مخصوص war and peace نیست. تو موقعیت های روزمره و کاربردی تر ما از اینا استفاده میکنیم. مثل چی؟ مثل make a decision، مثل to be determined to do something، مثل make an attempt to be involved in something. اینها همشون توی روزمره کاربرد دارن. مثل حرف اضافه within. و سعی کنید که اینها رو بیارید توی زندگیتون. چیزی نباشه که وقتی کتابتون رو میبندید دانش شما هم لای کتاب بمونه و باز هم همیشه با همون کلمه های ساده همیشگیتون صحبت بکنید. تلاش لازم داره. تلاش این چی؟ تلاش این که وقتی میخواید یه مفهومی رو بگید فکر کنید، بگید که خب من توی این درسای اخیرم چه چیزی داشتم که اینجا به دردم میخوره. کم کم دونه دونه ذره ذره باید اون اطلاعاتی که لابلای صفحات کتاب هست بیارید رو زبونتون، بیارید تو زندگی روزمره‌تون، کاربردش رو هی تو موقعیت‌های مختلف ببینید، باهاشون اونقدر تمرین کنید، اونقدر جمله سازی کنید تا به دانش فعال شما تبدیل بشه. خب امیدوارم که از این درس هم استفاده کرده باشید. توی درس بعد می‌بینمتون. فعلا خدا نگهدار.